تو تا حالا با قلب تعقل کردی؟ عجیبه الان دارین به من میگین که مثلا قلب یه جایی که میشه باهاش تفکر عقلانی کرد. عقلی که داریم تعریف میکنیم مدعی زیاد داره. عقلی رو میخوایم معرفی بکنیم که خیلی عمیق‌تر از چیزیه که تو صنف‌های مختلف مدعی اون عقل هستن و این عقل قراره که ما رو به یه آرامشی برسونه که توی دین تعریف میکنه که انسان‌هایی هستن که هیچ حزنی ندارن تو زندگیشون، هیچ خوفی ندارن. عقلیه که مدعی میشه که یه روزی میرسه که همه آدم‌ها بر اساس این عقل در آرامش زندگی خواهند کرد. فضای جامعه رو ببینید. میگه من چرا باید جوری زندگی بکنم که تو اضطراب زندگی بکنم؟ چرا نباید یه شرایطی برای من فراهم باشه که آروم باشم؟ چرا نباید یه نقطه ثباتی مثلا توی اقتصاد وجود داشته باشه؟ این عقلی که داریم ازش حرف میزنیم میتونه قوه‌ای در انسان ایجاد بکنه که بتونه از همه این اضطراب‌ها عبور بکنه. یعنی راه براش نشون میده. حالا که بحث شد، ما وقتی از آیات قرآن حرف میزنیم، قرآن یک آینه تمام نمای انسانه. توی مثال میگن عقل مثل چراغ وسط خونه است. روشن که میشه که من چقدر امکانات داشتم، چقدر راه داشتم، استفاده نکردم. من کجا تو زندگی وقتی مشکل پیدا میکنم میرم این آینه رو باز میکنم، رمزگشایی میکنم، مشکلمو باش حل میکنم. راه خروجی که شما میگی ما یه ذره به اون نقطه نزدیک بشیم چیه؟ قرآن میگه تقوای قلب. توی قرآنم توی یه سری از آیات حتی این عقل رو هم به قلب نسبت میده، یعنی قلوب لا یعقلون میگه و قلوب تعقلون. قلوب هستن که تعقل میکنن. هر اتفاقی که میفته ورودی های قلبشون رو کنترل کنن، قلبشون رو بسپارن به عقل و اینجوریه که قلبشون تعقل میکنه و تعقل باعث آرامش، سکون، باعث اطمینان، باعث حرکت درستشون میشه. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.